Soldiers in Vietnam continue searching for troops buried under a landslide. 18 bodies have been recovered. Thai demonstrators pushing for reform gather in Bangkok. Earlier, police ordered an investigation of news media as part of efforts to end months of protests. Thousands of demonstrators gathered in Santiago, Chile Sunday as a vote nears on whether to change the country's constitution. And officials in Wales order people to stay at home and businesses to close until November 9th to limit the spread of the coronavirus. Soldier سرباز، troops سربازان، لشکریان، نیروها، bury خاک کردن، دفن کردن، landslide رانش زمین، recover بازستاندن، پیدا کردن. اگه در این چند روزه اخبار رو پیگیری کرده باشید حتما شنیدید که در ویتنام در یک پادگان رانش زمین اتفاق افتاد و 22 سرباز ویتنامی زیر خاک دفن شدن و جسدشون مفقود شد. حالا تو این خبر داره میگه که در ویتنام سربازها به سرچ خودشون برای سربازهای دفن شده زیر رانش زمین ادامه میدن. 18 جسد تا حالا پیدا شدن. قبل از اینکه بریم سراغ خبر بعدی اون جمله آخر رو یه نگاه بکنید. 18 bodies have been recovered. این جمله یک جمله پسیو هست. من توضیح جملات پسیو رو در یکی از همین کلیپایی که این اواخر گذاشتیم به طور مفصل دادم. لینکش رو میذاریم در قسمت دیسکریپشن همین ویدیو که میتونید یه بار دیگه برید اون کلیپ رو ببینید. حالا سوالی که ازتون دارم اینه که حالت اکتیو این جمله چی بوده؟ یعنی جمله 18 bodies have been recovered که یک جمله پسیو هست، حالت اکتیوش چی بوده؟ اینو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویسید. ما این کامنت ها رو هم حالا معمولا بعد از 1-2 روز معمولا جواب میدیم و جوابایی که غلط باشه رو اصلاح میکنیم که اگه شما جواب داده باشید و جوابتون غلط باشه براتون نوتیف میاد و میتونید جواب صحیح رو متوجه بشید. لطفاً لایک کردن و سابسکرایب کردن رو هم فراموش نکنید. حالا من تو این کلیپ هایی که میگم لایک کنید معمولا تعداد لایک ها میره بالا، تو اونایی که نمیگم میاد پایین. ولی خواهشاً شما همیشه کلیپ های ما رو لایک کنید یا به قول خارجی ها give me a thumbs up. demonstrator شرکت کننده در تظاهرات. push وادار کردن، تحمیل کردن. reform اصلاحات. reformer هم به معنی اصلاح طلب هست. reformer. gather جمع شدن. investigation تحقیق، بررسی، تجسس. media رسانه ها. خب یه توضیحی من راجع به این کلمه میدیا بدم. ببینید این کلمه پلورال یا جمع هست. حالت سینگولر یا مفردش میشه میریم. میریم میشه رسانه. حالا میدیا چی هست؟ تمام این رسانه ها مثل تلویزیون، رادیو، نیوزپیپر، تمام اینا میشن میدیا، ولی تک تکشون میدیم هستن. مثلا تلویزیون یک میدیم هست، رادیو یک میدیم هست. این دوتا کلمه رو با هم اشتباه نگیرید. کلمه بعدی effort تلاش، کوشش. بریم سراغ خبر. تظاهر کننده های تایلندی برای اینکه دولت رو وادار به اصلاحات کنن در بانکوک تجمع کردن یا دور هم جمع شدن. حالا اینجا دولت تو خبر نیست ولی خب مشخصه که منظور دولت هست. پیشتر پلیس به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به ماه‌ها تظاهرات دستور به تجسس از رسانه‌های خبری داده بود. ووت انتخابات. این کلمه چند تا معنی داره. یه معنیش رأی هست ولی یه معنی دیگهش خود عمل رأی دادن هست که حالا میتونیم بگیم انتخابات. near نزدیک شدن. constitution قانون اساسی. در کشور شیلی در حالی که داریم به انتخاباتی نزدیک میشیم که ببینیم آیا قانون اساسی این کشور تغییر میکنه یا نه، در روز یکشنبه هزاران تظاهر کننده در سانتیاگو تجمع کردند. officials مسئولین. limit محدود کردن. spread انتشار.
در کشور ولز مسئولین برای محدود کردن انتشار کرونا ویروس دستور دادن که تا روز 9 نوامبر مردم در خانه بمانند و کسب و کارها تعطیل باشن، بسته باشن. به اون تاریخ هم نگاه کنید، نوامبر 9. نمیگیم نوامبر 9، میگیم نوامبر 9. یا مثلا اگه بخوایم بگیم اول نوامبر میگیم نوامبر 1. دوم نوامبر نوامبر 2. سوم نوامبر نوامبر 3. در این کلیپ ها من سعی میکنم همیشه نکات مهمی که به ذهنم میاد رو براتون توضیح بدم، حالا چه نکات گرامری باشه، تلفظی باشه یا هر چیز دیگه. منتها اگه شما تو این کلیپ ها سوال دیگه ای دارید میتونید در قسمت کامنت ها سوال خودتون رو بپرسید.